خیلی خوش برگشتید به چنل من همچنان ابی چنل ابی هستم. امروز قراره اولین چیزی که تا حالا تو انگلیس نداشتم و با هم تجربه کنیم و برم سراغ اون چیزی که باید بگیرم و به قول خودمون اولیشه. تا اینجا نداشتم همچین چیزی. حالا اگر میگید چیه چی نیست، یه ذره ویدیو رو با من همراهی کنید متوجه میشید. برای شروع این که بریم اونجا باید بریم این ایستگاه شودی هیل اینترچنج وارد بشیم، بریم ببینیم که با چه اتوبوسی باید برسیم به اونجا. تابلوها رو ببینم و مشخصات رو ببینیم چه خبره. اینم تابلو، سرویس شماره 8 استند دی. خب الان در ایستگاه اتوبوس منچستریم و باید برم استند دی که ببینیم چه اتفاقه. خیلی ذوق دارم، جز چیزایی هست که دیگه بالاخره بعد از یه تایمی شما باید اونو بگیری برای خودت. اینجا استند بی، سی، دی و دی هم اون انتها. بریم با من همراه باشید. یه اتوبوس سواری میرسیم به اون مقصد و بهتون نشون میدم چیه. خب اتوبوس من اومد، برم سوار شم. بولتون حالا دیگه چرس، thank you. میریم طبقه بالا. خب در روز یک شنبه هیچکی داخل اتوبوس نیست، اتوبوس میشه اختصاصی. من این جلو میشینم و یه چند تا ویدیو خوبم هست تو مسیر بگیرید که از کجا میریم کجا نمیریم. ولی همچنان ذوق دارم ادامه بدیم این ویدیو رو. خب قبل از اینکه اتوبوس خیلی شلوغ بشه و یه سری چیزا رو بگم. زمانی که تو این تایم تا اینجا که میرسیم بعد از جواب گرفتن و خیلی اتفاقات دیگه، یه جایی به بعد دیگه دولت اون حمایت همیشگی رو نداره و تو مجبوری که بری کار کنی، چون دیگه اون حقوقی که به تو میده کفاف زندگیت هم نمیده و باید بری کار کنی و تارگت بزنی و هدفهای آینده. الان داریم میریم سمت یه شهری تقریبا خارج از منچستره. بعد عرضم به خدمت شما با اتوبوس دارم میرم. با اتوبوس که میریم چون تپ ایستگاه به ایستگاه وای میسه تقریبا 1 ساعت تو راه هم. ولی اون شهر هم شهر باحالیه، خیلی شهر خوشگلیه، ولی خب خارج از شهر منچستره و یه مزایای خیلی خوبی که داره اون شهره به محل کار من خیلی نزدیکه و دیگه ادامه شو بریم کنیم. ساعت 40 دقیقه است که تو مسیرم. دیگه از اون ساختمون خراش‌های بزرگ منچستر خبر نیست. میرسیم به جاهایی که دیگه از اون بافت شهریه در میان، جاهایی که خلوت‌تره، سر و صدای کمتری داره، شلوغ نیست، ترافیک نداره و همینجوری هم که دارید خودتون می‌بینید دیگه این جاها من ترجیح میدم برای زندگی. شهرهای شلوغ خیلی دوست دارم برای کار و رفت آمد، ولی برای زندگی و برید با ماشینی و تو ترافیک بمونید فعلا ترجیح من این نیست. هر جا محله بیشتر ساکت‌تر، خلوت‌تر، انگلیسی نشین‌تر باشه فعلا جز اولویت من. ادامه بدید. خب بچه دیگه فکر کنم فهمیدید که موضوع ویدیو چیه. مثل اون ضرب مثلا همیشه میگه ماشین اولیه خونه اولیه. آره من امروز میخوام برم اولین خونم و اینجا قراردادش رو بنویسم در شهر بولتون. الان منتظرم بیان دنبالم. خونه رو دیدم، تایید اولیه رو دادیم. خب و الان دوباره ببینیم برای شروع خونه مناسبیه، چون شرایطش به شرایط من میخوره، محل کارم نمیدونم، بحث مالیش
و خیلی چیزای دیگه. میتونستم خونه های دیگه هم پیدا کنم ولی فعلا راستشو بخوای ریسک نکردم. گفتم خونه اولیه، حالا بگیری سال اولمونه دیگه، خونه رو بگیریم یه ذره اینجا زندگی کنیم. منظور از سال اوله یعنی سال اولی که رسما من موو کردم بعد از اقامتم و تصمیم گرفتم منچستر زندگی کنم و اینجا باید یه خونه اجاره کنم. اولین خونه است، شغلم هم که تازه پیدا کردم، بدک نیست، برای استارت فکر کنم چیز خوبیه. بعدن تو ادامه ویدیوهایی میگیرم که هم خونه رو بیشتر نشون میدم، هم کلی کار داریم، قرار کلی جایزه خرید این ور اون ور. حالا بریم ببینیم چه خبره دیگه. منتظرم بیان قرارداد رو بنویسیم یا نمی‌نویسیم. می‌نویسیم. بالاخره تونستیم این خونه قرارداد رو بنویسیم و بعدن تو ویدیوهای مختلف میام جز به جز خونه رو بهتون میگم چی شد چی نشد. قراردادم امضا کردیم و اولین خونه ما در یونایتد کینگدام، انگلستان، شهر زیبای منچستر گرفتیم و قرارداد رو بستیم و این شد خونه اولیه ما. میایم طبقه بالا، فقط خیلی جزئی بهتون نشون میدم. یه اتاق اونوره، یه اتاق اینوره، انتهای راه رو اینورم حموم دستشویی. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید، مرسی که انرژی خوب برای من میفرستید و امیدوارم که برای شما اتفاقای خوب بیفته. جزئیات اینکه چجوری خونه رو پیدا کردم، چجوری شرایطی که میشد با صاحبخونه صحبت کرد و اینا رو تو ویدیوهای مختلف براتون میذارم. ولی تقریبا سخته، تقریبا اون چون یه سری کارا ما تو ایران انجام میدادیم، میرفتیم املاک خونه نشون میداد، اینجا نه، اینجا یه ذره مدارک بازیش یه ذره سخت‌تره، صاحبخونه‌هاش متفاوت‌ترن. و anyway مرسی که ویدیو رو لایک میکنید، مرسی که منو حمایت میکنید. تا ویدیوی بعدی دیگه. See you soon.